سلام دوستای عزیز، امید کنم که جور صحتمند باشید، در جایی که هستید خوشحال باشید. دوستای عزیز، ما را همراهی کردید امروز که هستم جامعه بخیر که است. امید کنم که جور باشید دیگه. تا آخر برنامه با ما باشید، ما را همراه کنید. سلام دوستای عزیز، جور و سالم خوش خندان باشین، در هر جای دنیا که هستیم که نافهمیتون خوش خندان باشین. دوستای عزیز خوشنده در این برنامه خیر دامه با ما باشین. سلام آجی امید عالم باشین. از کدام دور باری؟ از کجا پول میکشی؟ از کجا پول میکشی؟ زنی نکشی؟ سلام و سلام بیننده های عزیز، امید که جور صحتمند باشین، در هر جای دنیا باشین، کنار فامیلتان خوش باشین. دوستای عزیز، ما امروز گفتی بریم حرم، بلده شما یک برنامه جور کنیم دیگه. تا آخر برنامه با ما همراه باشین دیگه. خب بیننده های عزیز، اینی همون پارکه که امروز آمدم بلدهشم ویدیو درست کردم. پارکی داود آباد دوستای عزیز دیگه. اینجا ما رایی که باری سمت شهر ری، تا آخر ما رو بیننده باشین. امروز همی جمعه بازار هم فهمیدک جای آره؟ جمعه بازار بلدی؟ بیننده های عزیز، اینجا جمعه بازار هم هسته. یک چهارشنبه بازار داره، یک جمعه بازار داره. نمیفهمم این جای که در کجایه دیگه. این رقم دوستای عزیز، اونجا که هسته فوتبالی مثلا تو بازی منه بچه ها. دوستای عزیز، اینجا هم هسته حرمه. خب دوستای عزیز، اینجا بشیم تا که ماشین باید سوار بشیم بریم. نه دوستای عزیز، اینی هم از این داود آباد. علی سنا. خب دوستای عزیز، ماشین آمد، اون بریم بشینیم داخل ماشین. بریم بشین. سلام. سلام. بشین مامان بشین.
خب عزیزای دل یکان گپ در دلشون نرسد که اینا چرا در من ماشین تر کار خواستیدم به خاطر که ما در من ماشین راحت نبودیم که حرف بزنیم. شما عزیزای دل از بزرگیت بخشش کردیدم. اینجا آقای محمدی مونه که از آبیپان پول بکشن بعد از اومد که بردی سمت تحریره عبدالعظیم، بازار عبدالعظیم رو برایشم ویدیو کنی بگیری دیگه تا آخر برنامه ما رو بیننده باشین عزیزای دل. بیا باش خب عزیزای دل ماشین اومد، برو دیگه کس نشه. عزیزای دل برای از ما دعا کنین دیگه که ما در ایران هستیم، ما را نگره در ایران خیلی بگیره دیگه. التماس دعای شما عزیزا، دعای شما عزیزا با ما باشه دیگه. عزیزای دل ما منالیک هستیم در میدان معلم هستیم دیگه. یکو 2 دقیقه راه مانده که در بازار عبدالعظیم برسیم. اینجام هست میدان معلم دیگه. میخواه سمت بازار عبدالعظیم بره دیگه. تنها کجام ده؟ عبدالعظیم. عزیزای دل سیر کن اینجا بازار عبدالعظیم ها. بخیر رسیدیم دیگه در بازار عبدالعظیم. شما عزیزا بیننده باشین دیگه. خب عزیزای دل آقای احمدی رفته که از آبیربان پول بکشه، راننده اونجا منتظره. رسیدیم در میدان عبدالعظیم. میدان عبدالعظیم حرم بر عزیزای دل سیل کن دیگه بازار عبدالعظیم را. چقدر شلوغه در دل. ما امروز در کلان روز جمعه بودیم در بازار عبدالعظیم. در کلان روزهای جمعه که هست اینجا زیادتر شلوغه چون همه بیکارن، ماین واسه خرید بلده دیگه شوپینگ کدو دیگه. دوستای عزیز بعضیا برای زیارت کردن
دوستای عزیز دیگه امروز هم دیم اینجا این ساعت هرکس ساعت و طلا ملا و چیزی گرفتنی بود شاب لازم هم داره این داخل حرم میشه داخل میشیم دیگه. خب از زایدل اینجا طلا فروشیشه، اینجا مواد مثلا خشکشه دیگه. اینجا هم جام لباس های مدل پیدا میشن. زایدل با این هر کس که خوش داره رقم مثلا پسند از خود میتونه اینجا پیدا کنه دیگه. دوستای عزیز اینجا که هست به نام میدان حرم یاد میشه که حرم این پشت حرم هست. رقم لباس های رقم ساعت های هر چیزایی که بخواین اینجا پیدا میشه دیگه. زایدل خدا کنه که مونده باشه. خب از زایدل ما آمدیم دیگه، گفتیم یک ویدیو از اینجا بلدشون جور کنیم. اینجا هم یک بازار دیگه شی قسم لباس های اینجا موجوده دیگه. بریم که دیگه چی داره اینجا. نام از لباس هایشی سوهان از زایدل. اینجا سوهان، اینجا کمربند. اگه من عکسش رو بردم چی؟ مهم نیست ولی این چی آخه زایدل اومدیم دیگه. اینجا باز اینجا که هست رقم لباس های بچگانه دخترانه پیدا میشه که باید از اینجا خرید کنین دیگه.
بعضی ها دوستا از اینجا شاید یکان خاطرات داشته باشه. خواستم که خاطرات از دوستای خود را تازه کنم دیگه. تشکر کسی که ما را بیننده هستین دیگه. اینجا ما داخل بازار آمدیم که یه چیزی لازم داشتیم که بگیریم دیگه شما بیننده باشین. دوستای عزیز، چون رفتیم در داخل مغازه اجازه نداشتیم که فیلم بگیریم. خب عزیزای دل، برنامه حرم هم ادامه داره. بعد از این برنامه حرم رو میذارم دیگه. تا برنامه بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. خداحافظ. خدا نگهدارتون باشه.